ما یه موقعیتی رو داریم که شرایط عادیه. توی شرایط عادی ما نیازی به لوله‌های غیر عادی نداریم، ولی همیشه شرایط عادی باقی نمیمونه و زمانی که شرایط غیر عادی میشه ما نیاز به راهکار غیر عادی داریم و اون لوله گوشت داره. امروز قراره با فرایند تولید لوله گوشتدار آشنا بشیم. برای تولید لوله گوشتدار با شمش‌های فولادی آغاز می‌کنیم، با نورد گرم و فشار آوردن بهش کارمون رو ادامه میدیم و در نهایت کارمون رو با برش به اتمام میرسونیم. هر مرحله به نحوی طراحی شده تا ویژگی‌های فولاد بهبود پیدا بکنه و مقاومتش افزایش پیدا بکنه. بعد از آماده سازی مواد اولیه، فولاد تحت فشار قرار میگیره تا استحکام مورد نظر رو پیدا بکنه و همچنین توی مرحله نورد با افزایش دما به شکل لوله در بیاد. از این لوله میتونیم توی انتقال مواد پرفشار یا مایعاتی که خورندگی خیلی زیادی دارن استفاده بکنیم. آهنوان هم همه انواع اون رو موجود داره، فقط کافیه با شماره تماس 021 910 951 تماس